به استقبال توپ ماریو میان، کریستیانو رونالدو ضربهشو میزنه و علیرضا بیران و ویلیام به روی دروازه میتونه رها بکنه، اشتباه کرد. بیرانوند و به سمت راست ارسال توپ به روی دروازه، یه لحظه اشتباه از بیرانوند، متمرکز هست. ببینیم خودش میزنه به سمت دروازه، بعدم نمیزنه. دونه توپ رو بایم بکنن خود طارمی. حالا برای جهانبخش مهدی طارمی یک و انجام میشه. علیرضا اگه برسه به توپ میرسه که یه خطا رو بگیره، ببین نمیزنه، واگذار میکنه. حالا جهانبخش یه ضربه سرشما، یک و دو کوارشما خودش میفرسته با بیرون پا و توی دروازه. چه گلی زد ریکاردو کوارشما. حضورش در سطح اول فوتبال حرفه‌ای دنیا رو یه حرکت، یه فرصت به کریستیانو رونالدو در محوطه جریمه، تصمیم به ادامه بازی و متاسفانه اعلام پنالتی شده. همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. موقع سامان قدوس خودش تو سر توپ ضربه رو تو سر توپ، سردار پاس رو به بیرونش در اون محوطه جریمه. یه بار دیگه ببینیم. خدایی صحنه مشکوک بود. حالا اون لحظاتی که بازوبند رو به بازو بست شد 11مین کاپیتان ما در ادوار جام‌های جهان. زرد اکتفا میکنه به کریستیانو رونالدو. رامین رضاییان میفرستن توپ رو به روی دروازه. سردار رو توپ اثر میگذاره. چی میگه؟ بله، اعلام پنالتی برای ایران. کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریسیو توی دروازه. گل برای ایران. ایران یک پرتغال. ضربه سر، فرصت هست. دقایق عجیب غریب فوتبال ایران، میتونه ضربه رو بزنه. کجا